حلالم کن. ندیم چی بسید منو نگاه میکنی؟ زود باش دیگه کار داریم. داداش به جرم دزدی بگیرن اون چقدر برام دیوارم. چی پسر؟ من دزدی نمیکنم که دارم حقمو میگیرم. حق بیا پرستار دخترم، پرستار اینجا. اگه تو نبودی من چی کار میکردم؟ چقدر خوب به هم میرسی. خدا ازت راضی باشه. از هممون راضی باشه. میخوان امروز کتابمون رو تموم کنی؟ آره تموم کنی. لفتش نده. زود باش بگرد دیگه. اگر میتوانست زشتی و نادرستی اعمالش را تشخیص بدهد و اگر میدانست برای رسیدن به آن اهداف و مقاصد با چه سختی ها و خطراتی مواجه خواهد شد، تمام آن افکار را رها کرده و فوراً خودش را به پلیس معرفی میکرد. ولی این کار را به خاطر ترس از بلایایی که سرش میآمد نمیکرد، بلکه به خاطر وحشت و ترسی که اعمالش در وجودش بیدار کرده بود میکرد. اونجاست، جواب بده.
نزدیک بود گیری بیافتیم داداش مراد. دلم ریخت. موقع دنیا آمدنم انگار مشخص بود آیندم چی میشه. چرا اینطور شد؟ اصلا معلومه این آدم ها این پولا رو از کجا میارن؟ پس کی قراره از کی حساب پس بخواد؟ ما از اونا یا اونا از ما؟ توی دنیای بی‌عدالت زندگی میکنیم و حقمون رو پس میگیریم. همینو بس. بله من دزدم، من بلگردم، ولی آیا میتونین با مجازات من مانع ارتکاب جرم بقیه بشین؟ نه، باور کنین منم به اندازه شما وجدان دارم، ولی شرایط منو مجبور به این کار کرده. حکم صادر شد. بر اساس ماده 142 قانون جزا که در مورد غصب و دزدی در اموال دیگران می باشد و در خصوص اموال موقوفه نیز مطابقت دارد، با در نظر گرفتن نحوه ارتکاب جرم و اهمیت جرم، متهم مرادیال نیز به 2 سال حبس و نیز بر اساس ماده 143 این قانون جمعاً به 2 سال و 8 ماه حبس محکوم می شود. با در نظر گرفتن سوابق قبلی نام برده اعلام می کنم بر اساس تبصره 1 ماده 69 این قانون که در مورد مدت محکومیت متهم می باشد، سلام رفقا. سلام. بلادو خدا کنه دوستان آزاد داداش. امیدوارم. انشالله که زودتر آزاد خدا کنه. فرید چیکار میکنی؟ بلند کن. چرا ولت کنم ها؟ چرا ولت کنم؟ زندگیمو خراب کردی، بدبختم کردی، به خاطر تو 15 سال واسم بریدن لعنتی. اگه بکنی بزرگ بتری ها؟ بدبختم میفهمی؟ آروم باش. یه گوشه با پولی که در میآوردم زندگیمو میکردم. من اطراف بدر کردی، منو بدبخت کردی، میفهمی؟ به خاطر تو زندگیم خراب شد. چه که نبودی؟ اگه به زور اسلحه مجبور کردم میخواستی نکنی. اعلام کنی. حرف نزن لعنتی. پسرم به خاطر تو بی پدر بود. حرف نزن لعنتی. اعلام کن.
راهی نشون بده نجات پیدا کنم. پسرم من چم شده؟ به محض اینکه وارد بند شدی فرید بهت حمله کرد. پسرم چطور این کاره کرد؟ آخه برای چی؟ فرید خیلی دوست داشت، هرچی میگفتی گوش میکرد. متوجه نمیشم. منم همینطور. آخ پسرم، لقمه حلال و جلای قلب و لقمه حرام و زنگ زدگی قلب دونستم. گفتم اگه آلوده باشم آلوده میکنم، خدا من ظلم نمیکنه. پس معلومه یه جای خودم اشتباه کردم. اگه همه کارام درست بود تو به این روز نمیافتادی. مادر گوش کن مادر، یکم صبر کن. خواهش میکنم دیگه بفهم، توبه کن، ببین از مرگ برگشتی. بیا از اینا درس بگیر، از این فرصت استفاده کن. کجاست؟ برای چی نیومد؟ مادر جون دیگه بسه، لطفا ما رو دچار دردسر نکن. چشم بذارم، چشم. تشکر. مادر سونا کجاست؟ سونا مریض بود، تب کرده بود، واسه همین نتونست بیاد. انشالله دفعه آینده. بلا بگو. تشکر جناب مدیر. شانس آوردی جون سالم در بردی. فرید زندانی آرومیه. کنجکاوم بدونم برای چی قصد جونت رو کرد. یه مسئله قدیمیه جناب مدیر. خب امیدوارم مسائل قدیمی دیگه منجر به چنین وقایعی نشه. انشاءالله دیگه منجر نخواهد شد. خب دیگه به سلامت. ممنون. ای بابا این زن پولا رو کجا گذاشته؟ پیرزن عوضی، مطمئنم همینجا گذاشته. دخترم؟ کی گفته من دختر تو هم؟ چرا عصبانی هستی؟ چیزی ناراحتت کرده؟ بگو یه راه حلی پیدا کنی. اونطوری چپ چپ نگاه نکن، من حقمو برداشتم. خب بردار دخترم، حتما لازم داری. واقعا دلم میخواد بدونم تو نمیفهمی یا خودتو به نفهمی میزنی. من دارم میرم. کلیدات یادت نره. ببر، اگر سر نماز بودم پشت در نمونی. ای بابا گفتم دارم میرم برای همیشه، بر نمیگردم. درخواست طلاق از پسرت کردم. چیکار کردی؟ دادگاه موافقت کرده و بر اساس قانون وقتی شوهر آدم دزد باشه این اتفاق سریعتر میفته. من آشیانه‌مو خراب نکردم. آدما با خراب کردن آشیانه ها درست نمیشن. تو خراب نکردی؟ پس چرا همسرت گذاشت رفت؟ میدونی چیه؟ تو زن خوبی هستی. کاش پسرت هم میتونست یکم مثل تو باشه. خداحافظ. چطور این کارو کرد؟ این نامردیه، از فطرتیه، از پشت بهم خنجر زد. حق قانونیشه. یعنی چی که حق قانونیشه؟ تو در زندانی، حکمی هم که برات بریده شده مشخصه. به نظر من اون میتونه در عرض یه جلسه ازت طلاق بگیره. حالا من چیکار کنم؟ ای خدا، آبروم رفت. این زن آبرومو برد. حالا چجوری تو روی مردم نگاه کنم؟ بذار یه چیزی رو بهت بگم جوون. هیچ کس نمیتونه آبروی کسی رو ببره. آدم خودش آبروی خودش رو میبره. سرزنش کردن راحته. شانس آوردی جناب مدیر که تحصیل کردی و صاحب مقام شدی. اگه تحصیل موجب موفقیت انسان هاست تو هم یه همچین فرصتی داری. من دیگه اون فرصت رو از دست دادم. میخوام یه فرصت بهت بدم. تو رو مسئول کتابخانه زندان میکنم. چطوره؟ نمیخوام. اونجا چیکار کنم؟ اونجا رو تمیز میکنی، طبقای کتابخونه رو گردگیری میکنی، وقتی اضافه هم که آوردی کتاب میخونی. از این به بعد کتاب به چه درد من میخوره جناب مدیر؟ خب عوضش درست میشه. نه، درخت کج دیگه صاف شدنی نیست. یه جا میخوام با خودم خلوت کنم. پس میندازم تو سلول انفرادی. اون وقت میتونی تا شب با خودت خلوت کنی.
انتخاب با خودته، هر کدومو که بخوای. فراموش نکن کائنات با بسم الله آفریده شدن و هر دری که به سوی خیر باز شود با بسم الله باز می شود. بسم الله. زلزله شد. چه زلزله‌ای؟ زده به سرت؟ میگم شد، نفهمیدی؟ اگه خیال داری از زیر کار در بری به مدیر میگم ها. خیلی خوب خیلی خوب. اگر حق چون شمشیری بر گردنت باشد از گردن نهادن به آن امتناع مکن. آیا هنوز وقت آن نرسیده است که قلب‌ها در قبال ذکر قرآن و خداوند مملو از احترام شوند؟
خسته نباشی دوست من. تشکر. دارم مرخص میشم. به سلامتی. ما هنوز خیلی مونده ترخیص شیم. چه فرقی میکنه داداش؟ برای ما نه اینجا جایی هست نه بیرون. انشالله که هست. بیرون پول میخواد. قبل از رفتن یه شرط بندی بکنیم ها؟ نه بابا. اصلا که خیلی از خودت مطمئنی. از چی؟ خیلی خوب باشه. دو سال بعد سال تموم شد مراد. فردا آزاد میشی. آره بالاخره تموم شد. فرید به چپ چپ نگاه میکنه. دیگه هر چی میخواد نگاه کنه. من آزاد شدم. یه فکری به حال خودش بکنه. آروم باش فرید. قراره بهت مرخصی بدن. خرابش نکن. فکر نکن داری آزاد میشی همه چی تمومه. مطمئن مشترمون نیستی. اما تو توی زندون و من بیرون چی کار کنی ها؟ انگار میخواد بارون بیاد. اگه بدونی چقدر دلم برای بارون تنگ شده صبری چی میشه حسابی بباره ها؟ برگشتی هم داره آقا مراد؟ انشالله نداره. انشالله. تشکر. پسرم مرادم. پسرم مرادم. ببین این طرف دیواره، این طرف هم یه راه باز و طولانی. خواهش میکنم دوباره بر نگرد پشت این دیوارا. به هم قول بده. باشه پسرم قول بده. بر نگرد مراد. باشه حتما بر نمیگردم. من به یکی دو نفر سپردم. اگه کار مناسبی باشه خبر میدم. منم از بچه‌های پرسجویی میکنم. نه مادر دوسته اونجوری نه نگران نباش. مرادم پسرم تا جایی که میدونم نه حروم خوردم نه به خورد کسی دادم. حالا اگرم اشتباهی کردیم بیا از خداوند طلب بخشش کنیم. اون خیلی رحیمه. کسی رو که با صمیمیت به طرفش میره دست خالی بر نمیگردونه. به مراد خان خوش اومدی. ندیم ممنون دوست من. بفرمایید چایی بخور. بفرمایید مادر. ممنون پسرم. یه هندونه خوب واسه داداش مراد سوا کن. تو زرد نباشه زود باش ببینم. لزومی نداره. مگه میشه خاله منه دهنتون شیرین کنی. بفرمایید خواهر. این چه کاری بود خاله ملک؟ دست شما درد نکنه. کنم ندیم ناراحت شد. خب ناراحت شه. پول اون حلال نیست پسرم. حسابی از راه به در شده. نمیدونم کی فریبش داده و از راه به درش کرده. لقمه حرام تو گلو گیر میکنه پسرم مگه نمیدونی؟ دلم برای خونه خیلی تنگ شده بود مادر. همش برات دعا کردم تو هر گوشه ای از این خونه. خدا رو شکر میکنم. انشالله همه دعاهام قبول میشه. مگه نه پسرم؟ من هر کاری کردم به خودم کردم مادر. تو برای چی خودتو ناراحت میکنی؟ پسرم ببین کارهایی که کردی یه روزی جایی که فکرشم نمی کنی در برابرت ظاهر میشن. حتی تعهداتی که در مورد عزیزان و مادرتم انجام نداده باشی. میدونم مادر. منم نمیخوام مثل سابق باشم.
نگران نباش. میرم بیرون. جای بسته افسرده‌ام میکنه. میخواستم غذا آماده کنم. برگشتم میخورم. مراد، نمیشه مادر. بگیر. روزی که از جانب والدین باشه بهترین روزیه پسرم. حاصل عرق جبینه. حتی اگر کمم باشه برکت داره. مراد، دیر نکنی ها. این دیگه چیه؟ بردار ببر یکی دیگه بیار. زود باش ببینم. چشم. نه مراد ها، باشه بسه ببینم. یک چایی دیگه بدین. خدا رو شکر حسابی سر حالی مراد. برات گفتنی زیاد دارم. باشه بمونش. ببینم حالت خوبه با اوضاعت رو براه. اینم از توه. واقعا پول خوبی تو این کاره. راستی تو چی میگفتی؟ خیلی از اون حرفت خوشم میومد. حقمو میگیرن. اصلا بچه‌ای چی شد؟ الان میارم آقا. یک کار خوب برات سراغ دارم. یک کار مناسب خودت. اگه بیکاری امشب بیا پیش ما. بفرمایید. بیا این کارو بکن. همون لحظه هم پولتو بگیر. من نیستم. ممنون. جدا شدی؟ برای که چی؟ شنیدم زن سابقت با خواهر حسن توی آرایشگاه کار میکنه. همون آرایشگاهی که نرسیده به سر خیابونه. و هر حال به تو چه مگه نه؟ با اجازه. میگن دوست قدیمی دشمن نمیشه. باز اگه نظر تغییر کرد از تو هم باری. خدافظ. ای بابا یه تازه دم بیار. این دیگه چیه؟ دفعه آخرت باشه. بفرم. این خدمت شما. متشکرم آقا. بفرم. خداحافظ. اینجا چی کار داری؟ میخوای بیرونم کنم؟ نیازی به من نیست. به هر حال به زودی بیرونت میکنم. چی میخوای؟ میخوام باهات حرف بزنم. بیا. من حرفی با تو ندارم. اگه اجازه بدی کار دارم. عاقل باش. تو خجالت نکشیدی؟ حالا من هیچی. از مادر بیچارم هم خجالت نکشیدی؟ واسه چی از تو خجالت بکشم؟ فکر میکنی کی هستی؟ من بودم که به جای اینکه به خانواده‌اش برسه افتاد تو زندان؟ فکر کردی من چی کار میکنم؟ فکر کردی چقدر تو جیبم هست؟ این کارم با بدبختی پیدا کردم به زور شکممو سیر میکنم. زنایی که طلاق میگیرن نفقه‌هاشون رو تا قرون آخر میگیرن. تو چی؟ ها؟ تو چی؟ اگه چیزی لازم داشته باشم میتونی فراهم کنی؟ چقدر پول تو جیبت داری؟ ها؟ نداری. مبادا از این به بعد بیایی از من حساب پس بخوای. بگیر. آره بگیر. شاید حالا یکم از خجالت سرخ بشی. حرام درون آدمو پر از آتش میکنه. کاری کن آتش به آشیانمون نیفته. مرادم جوونه. نظر مغلوب نفسش بشه. کاری کن به سوی حلال بره و از حرام دوری کنه. وجود پسرمو مبرک کن خدایا. یه چای دیگه به من بده قربونت. اونم بنویس به حسابم. چشم. به حسابم بنویس. به حسابم. نخواستیم بابا نخواستیم.
کاش بارون نیومد. آره نیومد. بسه دیگه تمومش کن. قرارمون هرچی بود همونه، کشش نده. این چیز عالی نیست. شما آرام نمیشناسم. بشنس چی میشه؟ گوش کن ببین چی میشه. عصتو بکش بینم. صبر کنه. دیگه رفیق عصبانه نشین. به من بگو چی خواستین ها؟ از اینا چیزی نمیخوام. ما با عوضی کار نمی کنیم. چی داری میگی؟ نادیم وایستا پسر. تو دخالت نکن. میکشش بس گفتم میکشش بس. پلیس اومد. باید از سر پشت فرار کنیم. بودو. بفرمایید، خوش آمدید. موران بیا، واسه ما هم جا هست. امروز داستان ابن عیاض که زمانی از دزدان کاروان و راهزنان بیرحم بود براتون تعریف میکنم. کسی که همه رو دچار رعب و وحشت میکرد. روزی اتفاقی براش رخ میده که تبدیل میشه به یک عابد، کسی که شب تا صبح نماز میخونه و بدیها رو از زندگیش دور میکنه. روزی وارد خانه کنیزی میشه و عاشق اون میشه. حال عجیبی داشت. وحشت همه وجودش رو پر کرده بود. لحظه ای که میخواست از دیوار خانه بالا بره، این آیه کریمه در گوش او طنین انداز میشه. آیا برای کسانی که ایمان آورده اند هنگام آن نرسیده که دلهایشان به یاد خدا و آن حقیقتی که نازل شده نرم و فروتن گردد؟ در برابر این صدا که گویندش رو نمیدید تبدیل به کسی شد که از مغزش مورد هدف قرار گرفته. سعی کرد به خودش بیاد و با صدای لرزان گفت فرا رسید یا رب، آن لحظه همین لحظه است، و بلافاصله اونجا رو ترک کرد. در این وضعیت میخواست خودش رو به گوشه‌ای بندازه و از چشم همه دور بشه، ولی در جایی که به صورت پنهانی در اون پناه گرفته بود تعدادی جمع بودند و در تاریکی بین خودشون درباره این موضوع صحبت میکردند. الان را میافتیم یا صبح؟ اونطور که به نظر میرسید اونها همون ساربانان بودند. تعدادی از اونها میگفتند اگه الان راه بیفتیم ابن عیاض منتظر ایستاده و به کاروان حمله میکنه و ما رو راحت نمیذاره. ابن عیاض که اسمشو شنید به خود لرزید و فکر کرد زمانی که من شبها به دنبال گناه هستم این انسانهای بیچاره از من میترسن و با خود گفت این چه ظلمی است. خداوندا یا رب به تو قول میدم دیگه دست به راهزنی نزنم.
بله برادران عزیز، ما نیز گناهانی داریم که بی‌شباهت با گناهان او نیست. پس زمان آن نرسیده که قلب‌های ما نیز در برابر خداوند نرم و فروتن گردد. یادته بهت گفته بودم برای ما نه تو زندان نه بیرون جایی هست؟ اشتباه میکردم. حتی برای ما هم جایی هست. برادرم، مادر من تو کمدت پیرهن تمیز هست؟ مادر من بعدا صحبت میکنیم. غذات رو میز آماده است. من میخوابم. راهی نشونم بده نجات پیدا کنم. مادر کمکم کن. چطور میتونم از اینجا نجات پیدا کنم؟ این آدم ها کی هستن؟ کی هن؟ چرا مانعم میشن؟ اونا صاحبین حقن. ازم چی میخوان؟ حقشون. حقشون؟ کسی که حق بنده‌ای به دوشش باشه نمیتونه نجات پیدا کنه. اون میتونه منو نجات بده. میتونه منو ببره اونجا. سر راه نجاتت این همه صاحبین حق هستن. نه! باشه. من مردم راضی هستم. بهشون بگو امروز حتما میام. ولی اصلا دلم نمیاد ملک خانم، پسر به اون بزرگی داری. خب چی کار کنه؟ خودت که میدونی تازه آزاد شده. آخه تو 50 سالته، نباید بری کارگری کنی. مادر تخته.
مادر شما برو تو. خالده احترامتون بجا. همونطور که گفتین من یه پسر بزرگم، اعصابمو خراب نکن. خب دیگه به سلامت، برو. خداحافظ. خیلی زشت بود. چی کار کردی؟ زشت اینه که تا من هستم شما بری خونه مردم کارگری. اینجوری نمیشه. پسرم خودم خواستم، احتیاج دارم. احتیاج داشته باشیم خودم یه کاریش میکنم. باشه مادر، گفتم باشه. من با عرق جبینم پول در میارم پسرم، پول حلال در میارم. تا اول خونه روی لباستو تمیز کن. یعنی اینا همش تقصیر منه؟ خب منم پسر همون پدرم. مگه وقتی پدرت ولت کرد و رفت چند سالت بود؟ یه بچه کوچولو بودی. برای اینکه تو رو از بدیای اون حفظ کنم چه زحماتی که نکشیدم. میگم حرف اونا نزن. نه اون نه تو. تا وقتی خودم بتونم کار میکنم و دست به مال حرام نمیزنم. خیلی ببخشید. من میرم. تو یخچال غذا هست. اینطوری نمیشه. خوش اومدی مراد. چه خبر؟ قربونت. ندیمو ندیدی؟ دیگه باید پیداش بشه. چطور مگه؟ کارش دارم. ببین مراد، این ندیم و دوستاش خیلی خلافه. تو هم که تازه آزاد شدی. بی خیال شد و داشت برو یه چایی ورده بیار. سلام بر همه. سلام علیکم. قهرمان چه خبره؟ سلامتی. ببین ندیم، من برمیگردم سر کارم، ولی یکی باید هوامو داشته باشه. داداش مراد بادو کیف خاله ملکو زدن. چی؟ کجاست؟ کجا؟ مادر خوبی؟ چیزی نیست خدا رو شکر، حالم خوبه. جایی زخمی شده؟ نه خوبم، فقط مثل این که دستمزد امروزم را. بیشرما دوستای بیشرم. جناب رئیس یک گزارش کیف توصی داریم. بگو بیام. ای بابا امروز چندمیه؟ جناب رئیس، دزدا کیف مادرمو زدن، من شاکیم. عجب، دزد از دزد شاکیه ها؟ منظورتون چیه جناب رئیس؟ منظورم روشن نیست پسرم. کارایی که خودت میکنی یه روز سر خودت هم میاد. وقت ندارم به حرفات گوش بدم. برو بیرون. من جزای عملمو کشیدم. تو فقط جزای جرمی رو که مرتکب شدی کشیدی. پس اون همه آدمی که زجر دادی چی میشن؟ نمیخواد داستان بگی. برو بیرون. من یه شهروندم جناب رئیس، باید به حرفم گوش کنی. جدا؟ خانم محترم، شما بفرمایید بشینید تا به شکایتتون رسیدگی کنم. اگه کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم، هرچند که کاری هم از دستمون بر نمیاد. ما گیرشون میندازیم و اونا هم بازم گرایی پیدا میکنن و آزاد میشن. به هر حال
شما بفرمایید بشینید همه چی رو تعریف کنید.